با نام خدا و با عرض سلام. امروز دوشنبه 8 جدی سال 1399 هجری خورشیدی است که برابر می شود با 28 دسامبر سال 2020 میلادی و مجموعه خبری این ساعت از رادیو تلویزیون ولسی جرگه خوش آمدید. در آغاز سرخط مهمترین خبرها. غیرعادلانه خواندن بودجه سال مالی 1400 از سوی اعضای ولسی جرگه، متهم شدن نهادهای امنیتی و کشفی به کمکاری در تأمین امنیت کابل و شمار از شهرهای دیگر از سوی ولسی جرگه، تعهد اداره مبارزه با آلودگی هوا و 20 نهاد دیگر به کاهش آلودگی هوا در پایتخت، و کشته شدن یک سرباز آذربایجان در منطقه قره‌باغ. مشروع خبرها، من سید منیب‌الله سادات هستم. مسوده بودجه سال مالی 1400 غیر عادلانه بوده و هیچ گونه توازن در آن مد نظر گرفته نشده است. شمار از اعضای ولسی جرگه بودجه تعیین شده برای سال 1400 را غیر عادلانه خوانده میگویند که اگر اصلاحات لازم در آن به وجود نیاید به آن رأی تایید نخواهند داد. آنان تاکید میکنند که در بودجه ملی تمامی خواستهای مشروع مردم در نظر گرفته شود. فرهین عرفان گزارش میدهد. به تاریخ 17 قوس سال روان مسوده بودجه سال مالی 1400 از سوی وزیر مالیه به ولسی جرگه ارائه شد تا پس از بررسی ها در این مورد روی تایید و رد شدن آن فیصله صورت گیرد. اما در جلسه عمومی روز دوشنبه مسوده بودجه سال مالی با انتقادهای سخت مواجه گردید. اعضای ولسی جرگه بودجه سال مالی 1400 را غیر عادلانه خوانده و می‌افزایند که در بودجه یاد شده خواستهای مشروع تمامی ملت مد نظر گرفته نشده است. اگر پروژه انکشافی خواست برق مردم ما را در بودجه نگنجانه، مردم ما دست به اعتراض مدنی میزنه و این سند تا زمانی که خواستای ما برآورده نشوه رای تایید ندیم. در بودجه ملی توازن در نظر گرفته نشده، عدالت در نظر گرفته نشده. برخی از اعضای ولسی جرگه خواستار ایجاد اصلاحات در مسوده بودجه سال مالی شده و هشدار می‌دهند که اگر در بودجه نامبرده توازن در نظر گرفته نشود برای آن رای تایید نخواهد داد. خواهشمندم که این بودجه در حد ممکن هم متوازن و هم عادلانه ساخته شود. واقعا هلته ډیر مشکلات شته. امتیازي معاشات مشخص خلکو ته، امتیازي مصارف مشخص خلکو ته، واحد عملیاتی 8 میلیارډ، افغان پوسټ 1 میلیارډ، 1.9 او 2.9 کوډونه 1.3 میلیارډ. دا هغه څه دي چې توازن په نظر کې نه دی نیول شوی. زموږ د ټولنې واقعیتونه دلته نه دی انعکاس شوی. در این حال میررحمان رحمانی رئیس ولسی جرگه نیز بر ایجاد توازن در بودجه سال مالی 1400 تاکید کرده و میگوید که در این بودجه به پروژه های انکشافی توجه بیشتر صورت گیرد. پروژه های انکشافی به اساس ضرورت ولایات باید به بودجه تنظیم گردد. خواهش من نیز از تمام وکلای محترم این است که در مورد متوازن بودن بودجه نظر مشترک وجود داشته باشد. البته بودجه اتفاقی به تصویب برسد، نه تایید گردد. قرار است نشست اختصاصی برای تصویب بودجه مالی 1400 بر روز چهارشنبه هفته جاری برگزار گردد. مقدار مجموعی بودجه مالی سال 1400 452 میلیارد افغانی می شود که 295 میلیارد آن برای بودجه عادی و 156 میلیارد آن برای بودجه انکشافی اختصاص داده شده است. ولسی جرگه از بدتر شدن وضعیت امنیتی در سراسر کشور بالخصوص پایتخت ابراز نگرانی کرده مسئولین امنیتی و استخباراتی را در این راستا به بی‌کفایتی متهم می‌نماید. شمار از وکلا در نشست امروز این مجلس گفتند ترورهای هدفمند و افزایش خشونت‌ها در این اواخر نگران کننده است و باید از سوی نهادهای مسئول به گونه جدی بررسی شود.
اعضای ولسی جرگه افزودند که آنها جهت بهتر شدن وضعیت امنیتی به وزرای نهادهای امنیتی و دفاعی رأی تایید دادند، اما آنها در این عرصه کمکاری می‌کنند. در این حال رئیس ولسی جرگه از نهادهای امنیتی می‌خواهد که برنامه امنیتی کابل و ولایات را بازنگری کنند. ضیاءالرحمن سیرقی به این موضوع پرداخته است. شهری که در این اواخر روزانه شاهد قتل و کشتار و انفجارهای زیادی است. تنها در هفته اخیر در مناطق مختلف شهر کابل در یک روز 4 انفجار همزمان صورت گرفت که در نتیجه آن 8 تن کشته و زخمی شدند. صبح روز دوشنبه نیز یک موتر رنجر اردوی ملی هدف قرار گرفت، اما تلفات در پی نداشت. اینجا شماری از اعضای ولسی جرگه ناامنی در سرتاسر کشور به خصوص شهر کابل را نگران کننده دانسته مسئولین امنیتی را در تأمین امنیت باشندگان کشور به بیکفایتی متهم می‌کنند. موږ د کابل او د افغانستان امنیتی وضعیت ته په کتو سره یعنی دا رښتیا هم د افغانستان کې سختترین حالات او سختترین وضعیت ده. زموږ پولیس خپل ویره کوي، امنیت ملي کارمند ویره کوي، د اردو ملي کارمند ویره کوي، وکیل وزیر ټول هر دغه ویره کوي. وکیل صاحبانو د عصري غم چې اخیستی است لطفا د امنیت غم هم واخلئ. همدا اوس وکیل صاحبان در ټارګټ لاندې دي، امنیت یې خوندي نه دی، دسیسې ورته جوړیږي، مشکلات ورته جوړیږي که په دې اړه باندې علاوه بر بحث غیرحاضری ناامنی های است که امروز کابل، کلان شهرها، شاهراها و از جمله ولایت ما را فرا گرفته. جناب رئیس طالبان امروز بر اکثر راههای ولسوالی های ولایت غزنی اینا اشراف دارن. اعضای ولسی جرگه می افزایند که در این اواخر وضعیت امنیتی کابل و قتل‌های هدفمند نگرانی‌ها را به بار آورده است که باید از سوی نهادهای امنیتی جلوگیری شود. آنان عامل ناامنی اخیر در کشور را گماشته شدن افراد غیر مسلکی در سکتورهای امنیتی می‌دانند. متاسفانه دیگر ناامنی در شهر کابل دیگر در اوج خود رسیده. همه روز انتحار و انفجار مخصوصاً مینای چسبگی ناحیه‌های کابل تکان میده. اگر مینای چسبگی در کابل جور میشه، چرا بخشای کشفی و استخباراتی ما فعالیت‌های خود زیادتر نمیکنن که پیدا کنن که در کجا جور میشه؟ حکومت سره باید په جدي توګه خبرې وسی چې دا هدفي وژنې او امنیت په هیڅ ولایت کې تامین نه دی. باید د حکومت څخه جدي وغوښتل سي چې د هیوادوالو امنیت تامین کړي. برخی از اعضای ولسی جرگه به این باور هستند که به هدف تأمین امنیت هر چه زودتر به وزیران سکتورهای امنیتی رای دادند تا امنیت کشور را تأمین و مدیریت کنند، اما آنان در این زمینه کوتاهی کردند. ما از ملت افغانستان امروز شخصا خودم حاجی عبدالستار حسینی معذرت میخواهیم، عذر میخواهیم که برای وزیر داخله رای دادیم و از امروز به خاطر استهزای بین وکلا کار میکنیم که در تالار پس استهزا کنیم، سلب صلاحیت کنیم، به خاطر که نمیتونه وزارت امور داخله را پیش برده. هغه کسان چې په دې پیښو کې لاس لري معلوم او جواد کړي چې دا څوک دي چې په داسې بوژونکو پیښو کې لاسونه وهي او داسې بدې کړنې ترسره کوي، ځکه چې دا پیښې د یو منظم پلان له مخې ترسره کیږي. در این حال رئیس ولسی جرگه با تایید گفته‌های وکلا گفت که ناامنی‌های اخیر در کشور مردم را به شدت نگران ساخته است و پالیسی امنیتی نیاز جدی به تغییرات دارد. بر ارتباط ناامنی‌های شهر کابل و دیگر بخش‌های کشور کمیته رؤسا روز دوشنبه آینده تمام رهبری سکتور امنیتی را به مجلس عمومی دعوت نموده است. وکلای محترم تمام سوالات و نگرانی‌های خود را با مسئولین مطرح نمایند. ولسی جرگه در حال نگرانی خود را از اوضاع بد امنیتی در کشور مطرح می کنند که دیروز در نشست کمیته رؤسا فیصله به عمل آمد که از سبب افزایش ناامنی اخیر قتل‌های هدفمند و انفجار ماین‌های مغناطیسی در سرتاسر کشور وزیران دفاع ملی، داخله و رئیس امنیت ملی را جهت استجواب به ولسی جرگه فراخواند. برای مبارزه با آلودگی هوا به همکاری 20 نهاد دیگر نیاز است. شاهزمان میوندی رئیس اداره ملی حفاظت از محیط زیست آلودگی هوا را مشکل جدی عنوان کرده میگوید که برای مبارزه با آلودگی هوا پلان 5 ساله را که از سوی کابینه نیز تصویب شده است طرح نموده و با تطبیق آن از سوی شاروالی، وزارت داخله و 20 نهاد دولتی دیگر در وضعیت هوای پایتخت تغییرات چشمگیری به وجود
وجود خواهد آمد. وی افزود که اداره ملی حفاظت از محیط زیست یک نهاد پالیسی ساز است و مسئولیت عملی سازی این طرح به دوش نهادهای دیگر می باشد. فرشته نوری در این مورد گزارش دارد. آلودگی هوا موضوعی که نگرانی باشندگان پایتخت را بیشتر از پیش ساخته است. به تازگی سایت هواشناسی آمریکا در بررسی‌های خود کابل را از آلوده ترین شهرهای جهان قرار داده است. اینجا شماره از اعضای پلیسی جرگه رئیس اداره حفاظت از محیط زیست را جهت پاسخگویی و ارائه توضیحات لازم در مورد پلان‌ها و اقدامات این اداره در مبارزه با وضعیت پیش آمده به این مجلس فراخوانده است. شازمان میوندی حین پاسخگویی به اعضای مجلس گفت که برای مبارزه با آلودگی هوا طرح 5 ساله را که از سوی اعضای کابینه نیز به تصویب رسیده است به کمیسیون محیط زیست این مجلس نیز شریک ساخته است. رئیس اداره حفاظت از محیط زیست تراکم نفوذ، مواد سوخت بی‌کیفیت، استفاده از وسایط نقلیه کهنه و دودزا، عدم مراکز چک پوینت و نظارت از وسایط نقلیه، نبود ترانسپورت جمعی، فقر و فعالیت فابریکه ها را عوامل مهم آلودگی هوای پایتخت کشور عنوان نمود. ما از مشکلاتی که در زمستان با آن مواجه میشیم، مشکلات آلودگی هوا خبر دادیم و از امی خبر دادیم که احتمال داره که امی آلودگی هوا و موج دوم کرونا همزمان باشه و این یک خطر می باشه. رئیس اداره حفاظت از محیط زیست میگوید که این اداره پلیسی ساز بوده که مسئولیت آن پلانسازی، نظارت از کیفیت و ارائه ارقام دقیق هوا و نظارت و تفتیش منابع که سبب آلودگی هوا می شود می باشد. اما تطبیق آن به دوش شاروالی وزارت داخله و 20 نهاد دیگر دولتی محول می گردد. حد از امی کوشش خود کردیم و در امی 4-5 ماه ما توانستیم که در حدود 5500 فعالیتی که سبب آلودگی هوا می‌گردند او را نظارت و تفتیش کنیم. او همچنان افزود که در گذشته طرح را با شورای اراضی و محیط زیست شریک ساخته بودند و بر اساس فیصله آنان بعد از جلسه با معاون اول رئیس جمهور هدایت داده شد تا این اداره از نصب فیلتر در بلند منزل‌ها و منابع دیگر آلودگی هوا نظارت و تفتیش نمایند. تمام بلندزل‌ها که فیلتر داشتند 25% بودند. امسال ما با 45% رسیدیم و 25% دیگر بلند منزل ها یا مالکینش جریمه کردیم و سیستم تسخینش مسدود کردیم و 30% باقی ماندی از امی بلند منزل ها که هستند امی فعلا زیر نظارت و تفتیش هستند یا سیستمای تسخینش مسدود میشه، جریمه میشه یا میبینیم که اصلاح شده. مسئول این اداره از خریداری دستگاهی که به وسیله آن میزان دقیق آلودگی هوا سنجیده می شود در سال جدید مالی خبر داده افزود که با خرید این دستگاه همه باشندگان کشور آمار دقیق آلودگی را به گونه ساده دریافت خواهد کرد. در آستانه گسترش موج دوم کرونا در جهان، افغانستان در وضعیت خوب قرار دارد. احمد جواد عثمانی که در جلسه استجوابیه ولسی جرگه صحبت میکرد گفت که افغانستان و کشورهای منطقه از لحاظ کنترل موج دوم ویروس کرونا در حالت خوب قرار داشته و تعداد واقعات در هفته‌های اخیر در حالت عادی قرار دارد. وزیر صحت عامه افزود که افغانستان 6 ماه بعد واکسین ضد کرونا را به همکاری بانک جهانی و بانک انکشافی آسیا دریافت خواهد کرد. همزمان با سردی و افزایش آلودگی هوا، نگرانی‌ها از افزایش موج دوم ویروس کرونا بیشتر گردیده است. این نگرانی‌ها اعضای ولسی جرگه را وادار ساخت که در جلسه استجوابیه از وزیر صحت عامه کشور دعوت به عمل آورند تا پیرامون وضعیت عمومی ویروس کرونا در کشور و اقدامات این وزارت به اعضای این مجلس پاسخ ارائه نماید. احمد جواد عثمانی در پاسخ به سوالات اعضای ولسی جرگه گفت که افغانستان در هفته کنونی مبارزه با ویروس کرونا در حالت مناسب قرار دارد و در رقم آمار رویدادهای مثبت، تعداد بهبود یافتگان و آمارهای مرگ و میر افزایش به وجود نیامده است. 13,000 تست ما انجام دادیم که از نظر تعداد واقعات مثبت، تعداد واقعات فوتی و تعداد افرادی که شفایاب شدند با هفته‌های 50 49 و 48 تفاوت بسیار جدی را نشان ندادند. این به ما نشان میدن که از بلند رفتن واقعات کرونا در افغانستان در جریان 2 هفته یا 3 هفته گذشته تفاوت بسیار بزرگ نآمده.
آقای عثمانی افزود که به منظور مبارزه با موج دوم ویروس همهگیر کرونا، پروسه آگاهی دهی را با همکاری وزارت حج و اوقاف و سایر ادارات زیر نام کمیته همکاران بین الارتباطی به راه انداخته است و تعداد مراکز تداوی و بسترها را نیز افزایش بخشیده است. فعلا که ما با شما صحبت میکنم نه تنها شفاخانه افغان ژاپن بلکه 17 شفاخانه عامه هم در کابل به خاطر عرضه خدمات سی به مریضان کرونا آماده است. در پالیازو سکتور خصوصی هم در قسمت تشخیص و هم در قسمت تداوی آماده می باشد. وزیر صحت عامه همچنان افزود که افغانستان از جمله کشورهایی است که از طریق ائتلاف جهانی 6 ماه بعد واکسن ویروس کرونا را با همکاری بانک جهانی و بانک انکشافی دریافت خواهد کرد که در اثر آن 20% از افغانها که پرسنل صحی و افرادی که مصروف ارائه خدمات عامه و امنیتی هستند مستفید خواهد شد. آلودگی هوا، سردی هوا و همچنان انفلوئنزای زمستانی 3 فاکتور بسیار عمده است که واقعات کرونا را هم شدتش زیاد می‌سازند هم تعداد واقعات بیشتر میشن. به همین خاطر وزارت صحت عامه کمپاین سراسری ماسک و پیش گرفته. این در حال است که آمریکا، برزیل و هند بیشترین آمارهای مثبت ویروس کرونا را در جهان تشکیل می‌دهد و در افغانستان نیز هفته‌های پیشین تعداد آمارها روز به روز بیشتر می‌شد، اما اکنون این ارقام تا حدود کاهش یافته است. شمار از محصلین پاهنزه کامپیوتر ساینس پاهنتون هرات یک دستگاه سنجش تب و ضد عفونی افراد مبتلا با ویروس کرونا را به هزینه $1000 آمریکایی ساختند. این محصلین میگویند که با هدف کاهش و از بین بردن ویروس کرونا این دستگاه را در 5 ماه ساختند. در این حال برخی استادان پاهنتون هرات به این باورند در صورت حمایت حکومت این محصلین قادرند تا دستگاه‌های پیشرفته برای جلوگیری از گسترش ویروس کرونا را نیز بسازند. رحیم‌الدین اوریاخیل در این مورد گزارش تهیه کرده است. این دانشجویان برای از بین بردن ویروس کرونا آستین بالا زدند. این دستگاه با امکانات ابتدایی و با هزینه‌های اندک از سوی این شماری از دانشجویان دانشگاه هرات ساخته شده است. آنان میگویند در این طرح ابتدایی تلاش دارند تا جلوی شیوع ویروس کرونا و دیگر بیماری‌های ویروسی در جهت جلوگیری از سرایت در بدن انسان‌ها را بگیرند. زمانی که شخص وارد گیت میشه به صورت تمام اتوماتیک دروازه روشن میشه و در گیت دوم شخص ضد عفونی میکنه. با همزمان به هیچ که شخص ضد عفونی میکنه اسکنر پایین میایه و تب شخص مسنجر که چند درجه. اگه تب شخص بالای 37 درجه بود دروازه اجازه نمیده باز شه و آلارم همزمان روشن میشه و اگه پایینتر از 37 درجه بود دروازه باز میشه و اجازه میده شخص تیر بشه از دروازه. در مختص به یک مکان نیه. این طرح کاملا عمومی ساخته شده. شما میتونید دروازه مساجد، مکاتب، مدارس، ادارات دولتی، جایی که اجتماعات مثل سشن‌های میدانوی اینا استفاده کنه. خود ویروس کرونا مدت زیادی میمونه برای لباس یا دیگه سوتو. برای لباس تقریبا 48 ساعت میمونه. اگر این کار ضد عفونی که دروازه میکنه همین ویروس رو لباس بگیره این خود میتونه نقطه اتصال ویروس را از بین ببره. این دستگاه هوشمند از سوی 4 دانشجو ساخته شده است. به باور این دانشجویان حکومت میتواند در جلوگیری از سرایت ویروس کرونا این دستگاه را در ادارات دولتی، اماکن مقدس، دانشگاه‌ها، مکاتب و میدان‌های هوایی این ولایت نصب نمایند. این طرحی که فعلا ما آماده کردیم یک طرح ابتدایی می باشه که اگر که برای ما حکومت کمک بکنن یا ما حمایت بکنن ما میتونیم این طرح خود بیشتر یعنی ایمپلمنت کنیم، یعنی شکل پیشرفتی از این کار بکنیم که باز ما میتونیم که به چیزهایی که بعداً به طرح ما اضافه میکنیم میتونیم ما به صحت عامه کمک کنیم. افرادی که مثلا به پاهنتون یا جاهای عمومی وارد میشن کل بدن را ضد عفونی بکنیم، چهره افراد شناسایی بکنیم، یعنی هویت شناسی هم ما میتونیم توسط از این طرح خود بکنیم. پیش از این دختران تیم روباتیک هرات یک دستگاه تنفسی و اشعه‌های از بین بردن ویروس را در هرات ساخته بودند. شماری از استادان دانشگاه هرات میگویند که در صورت حمایت حکومت این دانشجویان قادرند تا دستگاه‌های پیشرفته برای جلوگیری از سرایت ویروس‌ها بسازند.
گفتن تجمع زیاد دارن رفت آمد میکنن برای مردم ایمنی بده و همون اطمینان خاطر بده که در این شرایط کرونایی بتونن در محیط خود درست کار کنن و حتی اگر این کرونا هم از بین بره در آینده اگر ویروس به شبیه از برای ساری باشه در محیط های وجود داشته باشه ما از این درها میتونیم استفاده کنیم و برای از اونها این ایمنی و این اطمینان خاطر میده که در اون محیط بتونن کار کنن. یعنی این تنها برای مقطع زمانی نیست. هنوز هم چرخه اپیدمی ویروس کرونا در جهان در گردش است. ویروسی که جان بیش از 1 میلیون انسان را گرفته و بیش از 80 میلیون و 111 هزار تن دیگر درگیر آن شدند. این نخستین اپیدمی بود که شیوع گسترده آن به تمام شهرهای جهان سرک کشید و افراد زیاد را به کام خود کشانده است. خبرهای جهان هم تا لحظات دیگر. باز هم خوش آمدید. وزارت دفاع جمهوری آذربایجان اعلام کرد واحدهای ارتش این کشور توسط یک گروه مسلح غیر قانونی ارمنی در قره‌باغ مورد حمله قرار گرفتند. بر اساس اعلام منابع رسمی جمهوری آذربایجان این حمله که روز گذشته در منطقه خوجاوند صورت گرفته یک نظامی آذربایجان کشته و یک فرد دیگر نیز زخمی شده است. مقام‌های امنیتی این کشور افزودند که این حمله را خنثی کرده و هر 6 مهاجم ارمنی را کشتند. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده لایحه شامل بودجه دولت فدرال و بسته کمکی برای مقابله با پیامدهای اقتصادی ویروس کرونا را امضا کرد. خودداری ترامپ از امضای این لایحه به تعطیلی بخشی از دولت فدرال و قطع حقوق بیکاری میلیون ها نفر از شهروندان آمریکا منجر می شد. بر اساس این لایحه به هر شهروند آمریکایی که درآمد کم دارد $600 پرداخت می شود. ترامپ اما گفته بود که برای هر نفر باید $2000 داده شود. در ادامه خبرهای ورزشی تقدیم شما می گردد. خوش آمدید. راشد خان ستاره تیم ملی کرکت کشور برترین بازیکن رقابت‌های 20 آوره یک دهه اخیر شد. شورای جهانی کرکت فهرست بهترین بازیکنان یک دهه اخیر در جهان را اعلام کرد که راشد خان ملی‌پوش افغان بهترین بازیکن رقابت‌های 20 آوره، استیو اسمیت بهترین بازیکن بازی‌های تست و ویرات کوهلی بهترین بازیکن رقابت‌های 50 آوره شدند. راجر فدرر تنیسور مشهور CVC برای نخستین بار در رقابت‌های تنیس اوپن استرالیا شرکت نمی‌کند. قهرمان 20 گرند اسلم تنیس جهان که اوایل سال جاری میلادی در همین تورنمنت دچار مظلومیت شد، تا اکنون موفق به بازگشت به میادین نشده است. مدیر برنامه‌های فدرر گفت آنها بعد از مشوره با تیم صحی این تصمیم را گرفتند. راجر فدرر تا اکنون 6 بار عنوان قهرمانی این مسابقات را به خود اختصاص داده است. در ادامه نرخ اسعار خارجی در برابر افغانی. $1 امریکایی 77 افغانی و 25 پول، 1 یورو 93 افغانی و 70 پول، 1 پوند 103 افغانی، 1000 کلدار پاکستانی 479 افغانی، 1000 روپیه هندی 1045 افغانی، 1 ریال سعودی 20 افغانی و 45 پول،
یک درهم امارات 21 افغانی و 1000 تومان ایرانی 3 افغانی و 15 پول. در پایان هم پیشبینی وضعیت آب و هوای فردای کابل و چند شهر بزرگ کشور. کابل آفتابی، بلندترین درجه حرارت 5 و پایینترین آن -7. کندهار نیمه آفتابی، بلندترین درجه حرارت 10 و پایینترین آن -6. هرات آفتابی، بلندترین درجه حرارت 7 و پایینترین آن -5. مزار شریف نیمه آفتابی، بلندترین درجه حرارت 2 و پایینترین آن -7. ننگرهار آفتابی، بلندترین درجه حرارت 11 و پایینترین آن -2. پکتیا آفتابی، بلندترین درجه حرارت 1 و پایینترین آن -12. غزنی آفتابی، بلندترین درجه حرارت 4 و پایینترین آن -9. و بدخشان آفتابی، بلندترین درجه حرارت -6 و پایینترین آن -14. پایان خبرها. از همراهی شما سپاس. وقت خوش. خدا نگهدار.